بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله على آلائه التي لا تعد ولا تحصى، وصلى الله وسلم على سيد خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات، در لحظات واقعا آسمانی بیننده برنامه خودتان هستید، خدمت یکایک شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت شنونده های که از طریق رادیو اینترنتی پیام اسلام صدای ما را میشنوند، خدمت آنها نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که توفیقات الهی شامل حال همه ما و شما عزیزان باشد. دوستان گرامی، با برنامه دیگر از سری برنامه‌های لحظه های آسمانی، واقعا در این لحظات آسمانی که مصادف است با لحظات آخرین ساعات روز جمعه 19 ماه مبارک رمضان، خدمت شما هستیم با موضوع دیگری. خب، موضوع امروز ما، موضوع این برنامه از برنامه‌هایمان خیلی ها جالب است و همه من مشتاق شنیدن در این باره هستیم. امیدواریم که آنچه که در این برنامه گفته میشه و آنچه که شنیده میشه الله تعالی در میزان حسناتمان، در ترازوی پاداشمان در روز قیامت قرار دهد. در این برنامه صحبتمان درباره صفات عباد الرحمن است. در این شک نیست که هر یک از ما و شما میخواهیم از بندگان ویژه و خاص الله تعالی باشیم، اما چگونه میتوانیم از بنده های الله تعالی باشیم؟ البته از بنده های خاص و ویژه الله تعالی و صفات بنده های خاص الله که به نام عباد الرحمن از آن در قرآن کریم تعبیر شده چیست؟ خدمت جناب استاد فضل الحق سلیمانی هستیم تا در این باره خدمت ما و شما روشنی بیاندازند. جناب استاد سلیمانی عزیز، به برنامه لحظه های آسمانی خوش آمدید. بنده هم عرض سلام دارم و ادب احترام خدمت شما استاد عزیزم، استاد صیقل محترم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و روزه‌داران گرامی، و امیدوارم که در این لحظاتی که در خدمت شما بینندگان هستیم الله متعال آنچه که مورد رضایت اوست بر زبان بنده جاری بسازد. سلامت باشین. تشکر جناب استاد. از آن جایی که فکر کنم صحبت درباره عباد الرحمن یا ذکر صفات عباد الرحمن خیلی طولانی است و حتی برنامه 1 ساعت یا 2 ساعته که البته برنامه ما 1 ساعت است، حتی اگر 2 ساعت هم باشه فکر کنم که ما نتونیم آنچنان که شاید و باید است حق این موضوع و حق این مطلب ادا کنیم. اما فکر کنم ما از اینجا شروع کنم. بهتر است جناب استاد که چرا الله تعالی در کتابش، در قرآن کریم، از بنده های خاص و ویژه خود به نام عباد الرحمن یاد نکرد؟ چرا به نام از عباد الرحمن یاد کرد؟ چرا به نام عباد الله یاد نکرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد سوال شما استاد صیقل عزیز، در اینکه تمام آسمان ها و زمین طوعاً او کرهن به تعبیر قرآن کریم، یعنی با طیب خاطر یا با کراهیت و اجبار عبد الله تعالی هستند، شکی نیست. همه آنچه که در آسمان و زمین است و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، همه تسلیم شده الله متعال هستند در آسمان و زمین. الله تعالی میفهمد طوعا او کرها، چی بخوان چی نخوان. یک عده خواسته به عنوان مسلمان، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، با اعتراف و خواسته و رضایت و طیب خاطر و افتخار آمدن و مسلمان شدن، تسلیم شدن به دستور الله تعالی. یک عده هم بلو اون کسانی که قبول نکردند، اعتراف نکردند به وجود و حقانیت الله متعال، آنها هم ناخواسته تسلیم شده قوانینی هستند که الله متعال در آسمان و زمین قرار داده، در حیات، در مرگ،
در زندگی، در بیماری، در جسمشان، در دنیا، در روز و شب تابعی هستند. این نظمی که در آسمان و هوا و زمین هست، این رو کی اینها رو به وجود آورده؟ اینها الله تعالی به وجود آورده. اون کسی که اعتراف به وجود الله تعالی نداره هم ناخواسته تسلیم شده است در برابر قوانین الله تعالی. یعنی بنده ناخواسته خداوند است بگی؟ بنده ناخواسته نه، که یعنی با وجود این که شاید اعتراف بکنه که من خدا رو قبول ندارم، اما غیر مستقیم خودش قبول کرده، اما این اعتبار نداره، این ارزشی نداره، چون در زبان و در قلبش هنوز خاضع نیست. تمام تک تک سلولهای بدن او خاضع هست، اما عقلش، اما قلبش، اما نفسش، نفس سرکش قبول نکرده. مسئله اعتراف به وجود الله تعالی یا عدم اعتراف فقط مسئله وقت است، وگرنه همه انسان ها، تمام موجودات عالم، الله تعالی میفهمد اینها همه بندگان من هستند و همه تسلیم قدرت من هستند و همه، حتی فرعون در آخرین لحظه حیات داستانش معروف است که اعتراف کرد به وجود الله متعال و هیچ انسانی نیست که در آخرین لحظه حیات اعتراف نکنه به حقانیت الله متعال، اما موقع دیگه قبول نیست، اون لحظه توبهش قبول نیست. به همین خاطر عباد الله یا عبدالله یک تعبیری است که برای همه استفاده میشه. بله. همه میتونن بگن من عبدالله، من غلام الله، نوکر الله، من مخلوق الله تعالی هستم، همین ما هستیم. اما اون کسانی که واقعا بندگان الله تعالی هستن، معنای بندگی رو اینها در وجود تطبیق دادن، اینها واقعا میتونیم که اینها رو بگیم که الله رو به عنوان خالق، الله رو به عنوان معبود و اله خود آنگونه‌ای که شایسته است انتخاب کردن. الله تعالی از اینها در سوره مبارکه فرقان که نام دیگر قرآن هست، که همون کتابی که نازل کرده تا قوانین خود رو برای ما بیان بکنه، تا دستورات رو برای ما بیان بکنه، تا حق رو از باطل مشخص بکنه، میفرماید عباد الرحمن. تعبیری که استفاده میکنه برای این عده عباد الرحمن هست، بندگان رحمان. نمیگه عباد الله، چون همه این ادعا رو دارن. عباد الرحمن در زمان نزول این آیه مشرکین اصلا الله متعال رو به عنوان رحمان قبول نداشتن. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. در همین سوره مبارکه فرقان ما داریم وقتی که از اونها رسول صلی الله علیه و سلم خواست که سجده بکنید برای رحمان، گفتن این رحمان کیه که تو معرفی میکنی؟ ما رحمان نمیشناسیم. بعد آیه نازل شد که قولت الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. بگید یا الله، بگید یا رحمان، هر کدوم که خواستید، که الله تعالی اسماء حسنا داره که شایسته ذات است. عباد الرحمن بندگان خاص الله متعال هستند که اینها الله متعال رو اونگونه‌ای که شایسته هست پذیرفتن. اینها کسانی هستند که الله متعال اینها رو قبول کرده به عنوان بندگان خاص خودش. یک سری صفاتی دارن و جالب هست که الله متعال اینها رو نسبت داده به صفت رحمان. رحمانیت، صفت رحمان از رحمت گرفته شده و اولین صفتی است که الله متعال خود رو در قرآن به اون معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهی که رحمان است، اللهی که رحیم است. و در سوره مبارکه هم اولین صفتی که الله متعال برای خود ذکر میکنه باز چی هست؟ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. پروردگار عالمیان هست، اون کسی که رحمان است، اون کسی که رحیم است. رحمان، الله تعالی اینها رو نسبت داده به صفت رحمانیت خودش، به یکی از نامهای خود اینها رو اضافه کرده که چی است؟ اون نام نشان از وسعت رحمت الله تعالی داره، نشان از اوج عظمت رحمت الله تعالی و محبت الله متعال و اون بخشندگی از این الله تعالی داره که تمام عالم رو در بر گرفته. اینها کسانی هستند که امیدوارن به رحمت الله تعالی. هر کسی در دنیا ادعا میکنه نحن ابناء الله و احباء، محبت الله تعالی رو، بندگی الله متعال رو، اما کدوم ها شایسته رحمت، بخشش، مغفرت و لطف الله متعال میشن؟ اون کسانی هستن که الله تعالی فرموده عباد الرحمن. این اون کسانی که رحمان اینها رو قبول کرده تا رحمت، بخشش، مغفرت و فضل خود رو نصیب اینها بکنه. خب جناب استاد، بیاین بریم به سراغ اولین صفت عباد الرحمن تایی که ما بفهمیم که آیا ما واقعا از جمله این بنده های خاص خداوند، از جمله عباد الرحمن هستیم یا نه، که البته خواسته
خواست و آرمان و آرزوی هر مسلمان است که از بنده های خاص خداوند باشه. خداوند فکر کنم در صفت اول میگه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. از اینجا که شروع کنیم جناب استاد. در تعریف عباد الرحمن الله متعال در سوره مبارکه فرقان همونجور که اشاره کردیم، من دوست دارم عزیزانی که بیننده ما هستن و مخاطب ما اگر مصحفی دور برشون هست قرآن کریم باز بکنن سوره مبارکه فرقان رو آیه 63 به بعد رو پایان سوره که با هم نگاهی هم بیاندازیم به مصحف در این لحظات آسمانی و همین که با دقت بیشتری روی این کلمات ما صحبت بکنیم. بسیار مهم است جناب استاد صغیر که ما ببینیم آیا این صفات این ویژگی‌ها در وجود ما هست یا نه. بله. هدف ما اصلا از این صحبت چیه امروز؟ هدف ما اینه که هدف این نیست که ما بشینیم فقط یک اطلاعات عمومی اضافه بکنیم. هدف این نیست که فقط بشینیم با هم حالا خوردن که نمیتونیم بخوریم، چیزی هم که نمیتونیم بیاشیم، یک چیز بشنویم. جمعه هست و به هر حال دهن ما هم بسته است و نه چایی هست و نه غذایی هست و دور هم جمعیم دیگه، حالا تا وقت افطاری بشه حالا ببینیم آقا این دو نفر چی میگن ما هم گوش کنیم. نه، هدف این نیست. هدف این است که ما بیایم ببینیم که واقعا آیا اون صفاتی که الله متعال برای عباد الرحمن ذکر کرده در وجود من نوعی هست یا نه. بله. من بیام ببینم آیا واقعا اون بنده که الله متعال دوست داره هستم یا نیستم. و هیچ کسی نیست که نخواهی که از جمله نباشه جناب استاد. ما میخوایم امروز به همراه شما این صفات رو ببینیم چند تاش در وجود ما هست. اگر هست الله رو سپاس، اگر نیست از همین الان تصمیم بگیریم که ما جز این بندگان بشیم. رمضان وقت این چیز هست. اولین صفت در آیه 63 الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عباد الرحمن، بندگان خاص الله متعال کیا هستند؟ الذین، کسانی که یمشون علی الارض هونا، اینها وقتی روی زمین راه میرن با حفظ اون وقار و سنگینی و اون شخصیت اسلامی خودشون متوازن. اینها غرور ندارن، اینها تکبر ندارن. یمشون علی الارض، وقتی که روی زمین راه میرن فراموش نکردن که از همین زمین به وجود آمدن و فراموش نکردن که در همین زمین داخل خواهند شد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم مرة اخرى. از این شما را خلق کردیم، در همین دوباره برمیگردید و دوباره از اونجا در روز قیامت ما دوباره خارج میشیم. پس نباید تکبر کرد. دیگه تکبر معنایی نداره. انسانی که خودش خاک بوده باید به مانند خاک تواضع بیاموزه از خاک. اینها کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، روی زمین وقتی که راه میرن حتی زمین هم از اثر قدم‌های اینها آزار نمی‌بینه. حتی خاک رو هم اینها آزار نمی‌رن، چه برسه به اون موجودی که ولقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم را الله متعال کرامت داده بر خاک. خیلی کریم، گرچه از خاک اما خیلی کریم‌تر از خاک. اینها وقتی که روی زمین راه میرن، اینها حتی پای خودشون رو، اینجا تعبیر خیلی زیباست که یمشون علی الارض هونا، به آرامی گام میگذارن روی زمین. حتی نمیخوان که مورچه‌ای زیر پای اینها از بین بره. حتی اینها نمیخوان که یک موجودی که زیر پا داره حرکت میکنه روی زمین آزار ببینه، چه برسه به دیگران. اینها با وقارن، متواضع، اینها فروتنن، اینها خاشعن، اینها غرور ندارن، اینها تکبر ندارن، تسنن ندارن، اینها جلب توجه نمیکنن، به دنبال این نیستن که تظاهر بکنن. اینها شخصیتشون متواضع هست. یمشون علی الارض هونا. اینها وقتی که تو مسیر راه میرن، خب در مسیر یک کسی میاد برخورد میکنه با اینها، میبینن دنیاست، انسانهای مختلفی هستن، اخلاقهای مختلفی هستن، رفتارهای مختلفی هستن. یک انسان ناآگاهی، یک انسان جاهلی یک حرف تندی به اینها میزنه، یک برخورد بدی با اینها میکنه، فحشی به اینها میده، اهانتی به اینها میکنه. و اذا خاطبهم الجاهلون، در ادامه آیه میفرماید اگر یک انسان ناآگاه و جاهلی اینها رو مخاطب قرار داد، یک حرفی زد که شایسته نبود، دهان باز کرد، چیزی گفت که مناسب نیست، اینا چیکار میکنن؟ اینم نمیاد بگرده که اون که حرفی زد، اون که توهینی کرد، اهانتی کرد، اینم برگرده بگه که خودتی، دهن باز بکنه، هر چی گفت فلان فلان شده، فلان فلان شده، فلان فلان شده. نه، اینها کنترل میکنن. اینها شخصیت اینها، وقار اینها اجازه نمیده که اینها مثل بدی رو با بدی جواب بدن. اینها وقتی که نادانی ناآگاهی با اینها برخورد کرد، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینها کلامی میگن که اون کلام
اینها رو سالم نگه می‌داره از شر اونها. بله. بهترین پاسخ رو میدن، بهترین جواب رو میدن، حکیمانه پاسخ میدن. خود را از جهل جاهلا نگاه میکنن، حفظ میکنن. اینها من به مانند جاهل برخورد نمیکنن. بدی را بدی سهل باشد جزا. اگر مردی احسن الی من اسا، بدی رو با بدی جواب دادن آسان است. هنر در اینه که انسان بدی رو با نیکی جواب بده. این انسان ها وقتی که دیگران با اینها برخورد میکنن، اینها پاسخشون پاسخ حکیمانه است. اینها به دیگران اجازه نمیدن که برای اینها شخصیت تعیین بکنن. اینها خودشون شخصیت دارن. اینها وقتی که میخوان تصمیم گیری بکنن، پاسخ بدن، با دیگران رفتار بکنن، رفتاری میکنن، کلامی صحبت میکنن، برخورد میکنن که شایسته مقام اینهاست و وقار اینهاست. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یا اینکه به تعبیر دیگری میتونیم بگیم اینها یک جاهلی اگر با اینها صحبت کرد، یک سلامی میکنن و میرن. نه سلام تحیت و درود ابتدایی شروع سخن که اینها هم با اون جاهل شروع بکنن به صحبت کردن، بگن السلام علیکم، حال شما، بشینن با این محفل بگیرن مثل جاهل بشن. نه، سلام ودا میکنن. از دور جاهلی رو دیدن، سلام علیکم، کنارش رد میشن، عجله گذر میکنن، نمیشینن، وقتشون رو حروم نمیکنن با همچین شخص. در ادامه والذین یبیتون لربهم سجدا و قیام. اون حکایت یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مال بیرون از خانه این هست. اون حکایت روز این هست. روز وقتی که کار میکنن با تواضع، فروتنی، حفظ شخصیت و وقار، احترام به دیگران، احترام به شخصیت خودشون، حفظ شخصیت خودشون، عدم اهانت به دیگران، موضع‌گیری های حکیمانه، وقتی که خانه برمیگردن در شب والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. روزشون اونگونه گذشت. حالا شبشون چگونه میگذره؟ بعد پوزش شبشون والذین یبیتون، اینا شب میکنن. شب رو چطور سپری میکنن؟ لربهم. شب اینها یک وقتهای خاصی هست برای الله تعالی. فرق بین عباد الله در معنای عمومیش و عباد الرحمن در معنای خاصش یکی از مهمترین فرق‌ها شب هاست. شب بندگان خاص الله متفاوت با شب دیگران. شب خیز که بندگان به شب راز کنند، یا بعضیا میگن شب خیز که عاشقان به شب راز کنند. حالا ما میگیم عباد الرحمن به شب راز کنند. عاشق هم تقریبا میشه گفت که بنده معشوقش میشه با یک تعبیر دیگر. اگر این صفت وابستگی، این صفت دلدادگی بین این دوتا مشترکه. عباد الرحمن دلداده الله تعالی هستند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اینها از بسترها پهلوها رو بلند میکنن. یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینها در همون تاریکی های شب الله تعالی رو میخوانند. اینها صفت اینهاست. یبیتون لربهم سجدا و قیاما. اینها شب رو در حالت سجده میگذرانند. سجده میکنن. چرا که جالب است که اینجا با وجود اینکه قیام در نماز مقدم است بر سجده، اما الله متعال اینجا سجده رو بر قیام مقدم فرمود. نفرمود که یبیتون لربهم قیاما و سجدا، در حالی که ترتیب بر قیام هست بعد سجده هست. بله. اول از سجده شروع کرد بعد قیام رو گفت. سجدا. چرا که سجده برای الله تعالی عزیزتره. نزدیکترین حالت بنده با الله تعالی سجده است. اینها روزشون سپری میشه، اما در روز اتفاقاتی میفته، گناهانی صورت میگیره، اشتباهاتی صورت میگیره، کوتاهی‌هایی صورت میگیره که اینو در شب میان جبران بکنن. در شب میان پیشانی به زمین میگذارن، سجده میکنن، راز و نیاز میکنن، درد دل میکنن، اشک میریزن. اینها در همین سجده های خودشون چیکار میکنن؟ بله. دعا میکنن. والذین ادامش والذین یقولون، اینها میگن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اینها پیوسته اینو مد نظر دارن که آقا من انسانی که از این خاک خلق شدم به این خاک میرم و دوباره وقتی که خارج شدم اونجا دو مسیر بیشتر نیست، یا دوزخ یا بهشته. بهشت که رفتن به بهشت نگرانی نداره، بلکه افتخار و شادمانی داره. اما اگر این طرف رفت، اگر جهنم رفت، خطر داره.
اینها همیشه آینده یادشون هست. در شبها وقتی که دعا میکنن اینها از عذاب الله متعال، از دوزخ پناه میگیرن. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خدایا روی گردان کن از ما عذاب دوزخ رو، ان عذابها کان غراما، این عذاب جهنم عذاب همیشگی است. انها ساءت مستقرا و مقاما، این دوزخی که تو داری ای خدا چه بد مقری است، چه بد قرارگاهی است، چه بد جایگاهی است. هر دو تاش هست، مستقرا و مقاما، هم قرارگاه بدی هست هم جایگاه و مقام بدی هست. اینها از دوزخ به الله تعالی پناه میبرن، روزشون مواظبن، شبشون با عبادت و دعا میگذره. اینها بخشی از و صفات اولیه عباد الرحمن هستن که خیلی مهم است که ما مد نظرمون باشه. اما فقط این نیست، اینطور نیست که اینا فقط شب به عبادت بپردازن، روز هم در تعامل با دیگران مواظب باشن، اشتباه نکنن. نه، اینها انسان‌هایی هستن که در همین چند روز دنیا هم زندگی دنیای خودشون رو اداره میکنن. اینا اینطور نیست که فقط در یک غاری نشسته باشن، کاری به کار کسی نداشته باشن، بگن آقا ما همینجا فقط عبادت میکنیم. نه، اینا در بطن جامعه هستن. بله. اینها زندگی خودشون رو اداره میکنن، اینها مدیریت دارن، اینها کسانی هستن که در دنیای خودشون هم حواسشون هست. اینها وقتی که حتی خرج میکنن مواظبن، کنترل میکنن، وقتشون رو هم مدیریت میکنن، مالشون رو هم مدیریت میکنن. والذین اذا انفقوا، و در آیه 67 میخوانیم کسانی که وقتی انفاق میکنن، خرج میکنن، چه برای خانواده خودشون، چه برای همسر خودشون، فرزندان، خویشاوندان و اقوام خودشون، و چه وقتی که برای مساکین و ایتام و کارهای دین خودشون هم خرج میکنن، لم یسرفوا، اهل اسراف نیستن. اینها در خرج در زندگی خودشون اسراف نمیکنن. حتی اسراف در بذل و بخشش هم پسندیده نیست. الله متعال در سوره مبارکه اسراء میفرماید که ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، دستت رو اینطور حلقه نکن دور گردنت، یعنی خسیس نباش، خفه نکن خودت رو از خسیسی، خرج کن. ولا تبسطها کل البسط، اینطور نیست که هر چم که داری ببخشی، فتقعد ملوما محسورا، بعد لخت و برهنه بدون اینکه چی برای خود نگه داشته باشی، بس سرزنش شده و ملامت شده باقی بمونه. این صفت اینهاست، وقتی که خرج میکنن چه برای خودشون چه برای اطرافیان رعایت میکنن. اینطور نیست که هر چی دارن در مال دنیا برای زندگی خودشون اسراف کنن، بی حساب خرج کنن بدون نیاز، یا اینکه در ادامه ولم یقتروا، خسیس هم نیستن، بخیل هم نیستن که خرج نکنن. و کان بین ذلک قواما، اینها همیشه اعتدال رو رعایت میکنن، چه در امور دنیا وقتی که خرج میکنن اسراف نمیکنن، همونقدر که نیاز است خرج میکنن، خسیس هم نیستن که خرج نکنن. در دینشون هم همینطور هست، وقتی که خرج میکنن کنترل اقتصادشون به دستشون هست. در دینشون هم وقتی که خرج میکنن اینطور نیست که امروز هر چی دارن خرج کنن فردا برن گدایی بکنن. این هم شایسته نیست. حد وسط رعایت میکنه. انسان مسلمان امروز به بهانه انفاق و صدقه و زکات که به هر حال بحثش مشخص است، صدقه میکنه تمام مال زندگیش رو، برای خودش در خانه هیچی نمیمونه. برای کسانی که به درجاتی از توکل رسیدن که فردا دست جوری کسی دیگری هم دراز نمیکنن، برای اونها اولیای خاص الله تعالی پسندیده است. ولی برای ما که اگه امروز خرج کردیم فردا نیازمند کسی دیگه‌ای باشیم، بریم دست دراز بکنیم از این و از اون و از اون، پسندیده نیست. همون آیه که از سوره مبارکه اسراء اشاره کردیم که الله متعال فرمود اینجوری نکن که هر چی داری ببخشی، فردا لخت و عریان ملامت شده باقی میمون. اینها بخش اول عبادت ها و صفات پسندیده است که اینها انجام میدن. خب جناب استاد اگر اجازه بدیم ما به اجازه شما و به اجازه بیننده ها و شنونده های عزیز یک میان برنامه کوتاهی میگیریم و پس از این میان برنامه منتظر باشین که به بقیه صفت های بنده های ویژه الله تعالی هم میپردازیم تا اینکه از جمله این بنده ها خداوند جل جلاله ما را قرار دهد. میان برنامه میبینیم و برمیگردیم بیننده های عزیز.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و بندگان پروردگار رحمان کسانی هستند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می روند و هنگامی که افراد نادان آنان را مورد خطاب قرار می دهند می گویند سلام بر شما. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بیننده های عزیز و گرامی و شنونده های رادیو اینترنتی پیام اسلام، با عرض سلام مجدد دوباره خدمت شما هستیم و در ادامه موضوع صفات عباد الرحمن میپردازیم به بقیه صفات. البته جناب استاد سلیمانی فراموش نکنم که به برخی از صفات بنده های خاص خداوند عباد الرحمن اشاره کردن، از جمله صفت آرام رفتن و با جاهلا برخورد نکردن و شب زنده‌داری و دعا از خداوند خواستن که اونها را از آتش دوزخ نجات دهد و اینکه در مصارف و هزینه های روزمرهشان حد اعتدال رعایت کردن. به این چند صفت اشاره کردن و ازشان خواهش میکنیم که به صفات باقی مانده یا به بقیه صفاتی که در سوره فرقان ذکر شده هم اشاره بفرمایید جناب استاد، تا ای که وقت برنامه ما هم فکر کنم نیم ساعت بیش نمانده که از لااقل بیننده ها و شنونده هایی که میشنون صفت ها را همش بشنون که در زندگیشان تطبیق کنن و بدانن که آیا از بنده های ویژه الله تعالی هستن یا خیر. انشالله که همه ما شما از بنده های خاص الله متعال آمین قرار میگیریم، اما نیاز به تلاش داره و نیاز به اول شناخت قبل از تلاش. تواضع، فروتنی با حفظ وقار، نحوه تعامل و برخورد صحیح با اطرافیان. بله. ما به دیگران یاد میدیم که چطور با ما برخورد کنن، اینو فراموش نکنیم که نباید دیگران برای ما تصمیم بگیرن که شخصیت ما چگونه باشه. ما از خود شخصیت داریم، وقار داریم. اینها آیاتی که گذشت. بله. کسانی که در شب یک وقتی رو باید اختصاص بدن، امکان نداره انسان از جمله عباد الرحمن قرار بگیره و در شبش وقتی برای الله متعال نباشه. الله متعال میفهمد اینها والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، نه که کل شب رو حالا حتما از اول تا آخر شب، حداقل در آخر شب چند رکعتی میخونه و دعایی میکنه. انسانی که در زندگی اون مصارف زندگی خودش رو نمیتونه کنترل بکنه، اون انسانی که مدیریت زندگیش به دستش نیست، این انسان رو الله متعال در زمره عباد الرحمن قرار نداده، دوست نداره. الله متعال میفهمد این باید نمونه باشه، باید الگو باشه، این صفات باید باشه. نکات بسیار مهمی هست که نباید باشه، اینها باید باشه، اینها باید میبود. اینها نکات بارز صفات عباد الرحمن هست و از مهمترین نکاتی که نباید به اون نزدیک بشن این بندگان، خط سرخایی هست که اصلا نزدیک نمیشن به اونها. اینها کسانی هستن که به این موارد نزدیک نمیشن. یکی از این موارد در آیه 68 الله تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین لا یدعون مع الله اله آخر. کسی که عبد الرحمن شد دیگه عبد غیر رحمان نمیشه، دیگه امکان نداره، دیگه معرفت، اون محبت، اون بندگی اجازه نمیده که بره به سراغ غیر الله. نامردیه که انسان ادعای محبت رحمان با اون همه صفات عظیم و در رأس اونها خود همین صفت رحمان، این همه بخشندگی، فضل و سخاوت رو فراموش بکنه، بره سراغ غیر الله تعالی، بره سراغ بندگان الله تعالی. این دیگه عبدالرحمن نشد،
این میشه عبدالفلان و عبدالفلان. بعضی میبینیم که حتی اسمشون نمیذارن، عبدالفلان عبدالفلان عبدالفلان. و واقعا جای شرمه که انسان بیاد اسم خودش رو بگذاره و عبد یکی از بندگان الله متعال قرار بده. حالا هر چی که میخواد، هر کی که میخواد باشه، حتی که رسول صلی الله علیه و سلم باشه، بگه من عبدالرسولم. شایسته نیست. امکان نداره عبدالرحمن انسان در عین وقت بنده عبد دو تا باشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. الله متعال دو تا قلب در شکم هیچ کسی، در سینه کسی قرار نداره. یک قلب فقط خاص الله. شرک نمیکنن. توحید بزرگترین حق الله تعالی بر بندگانش اینه که اون رو به وحدانیت بپرستن. والذین لا یدعون مع الله الها آخر. اینها نمیخوانند به همراه الله تعالی خدایان دیگری رو. خدایان دیگری یعنی اون کسانی رو که در صفات خدایی به اونها دادن. این حق الله تعالی است. مهمترین حق الله تعالی رو اینها خیلی حواسشون هست، توحید. حق بندگان الله تعالی مهمترینش چیه؟ بله، حفظ نفسه، که جانهای اونا رو حفظ بکنن. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. آدم نمیکشن، انسان بیگناهی رو نمیکشن. عبدالرحمن امکان نداره انسان جز عباد الرحمن باشه، بندگان خاص الله تعالی، و دستش به خون انسان بیگناهی آغشته بشه، ولی اون که اون کافر باشه به غیر حقش. اینجا الا بالحق، مگر در جایی که الله تعالی اجازه داد. انسانی هست مسئولیت داره، انسانی در جنگ جهاد هست، یک عده‌ای اومدن کفار بر علیه مسلمین میجنگن، مسلمانی میره برای دفاع از دینش، باورش، اعتقادش، با کافر میجنگه. انسانی قتل کرده قصاص میشه. یک کسی حالا مسئول قصاص هست، بله، اینجا به حق میکشه، یا قاضی است میاد حکم اجرا میکنه، این میکشه اما به حق میکشه، بله، به ناحق نمیکشه، چون این انسان کشته، در مقابلش قصاص میشه. بله. شخص دیگری انسانی هست که متأهله، ازدواج کرده، مردی یا زنی، حریم خانواده رو رعایت نمیکنه، احترام نمیگذاره به احساسات همسرش، به شخصیت همسرش، به حرمت همسرش، به دینش، به خانواده خودش، حرمت شکنی میکنه. میره چیکار میکنه؟ میره مرتکب یک فعل فاحشه میشه. این انسان حکمش چیه؟ کشته میشه. در دین مومن اسلام رجم میشه. اینجا وقت الا بالحق میگه، این حق، الا این حقه. بله. حالا یک کسی اومد در رجم مشارکت کرد، این داخل نمیشه. این جایی که در کشتن مگر در جاهایی که حق هست فقط دیگه مشارکت نمیکنن. عباد الرحمن دستشون به خون کسی آغشته نمیشه مگر اون جایی که الله تعالی دستور داده و اجازه داده که برای حفظ مصالح دین و مصالح انسان‌ها روی زمین به صورت عموم این انجام بشه. عجیب هست که بعد از اینها استاد عزیز شرک، قتل نفس، تعبیر دیگه میاد. اینها چیکار نمیکنن؟ اینها شرک نمیکنن، اینها قتل نفس نمیکنن مگر بر حق، ولا یزنون، و اینها زنا هم نمیکنن. بعد از شرک، بعد از کشتن آدم، زنا ذکر میشه. رابطه ناسالم اخلاقی با کسی که حق نداره انسان انجام بده. زنا بعد از شرک و بعد از قتل نفس. الله تعالی فرمود قتل نفس نمیکنن مگر به حقش. یکی از اون حق ها کی بود؟ کسی که زنا کرده. کسی که زنا کرده. ولا یزنون. اصلا انسان مسلمان نباید زنا بکنه که خود رو به کشتن بده. یکی بعد از اینکه کشتن به حقش ذکر شد، یکی از اون حقا زنا بود. زنا یک مسلمان. بله. الله تعالی مستقیم اومد گفت که اصلا این کار، خود زنا هم انقدر عظیمه که اینو هرگز انجام نمیدن. زنا قتل نفس خفی هم هست. یکی هست انسانی رو آشکارا میکشه، میره میکشه. یکی هست مخفیانه میکشه. چه قسم مخفیانه؟ زنا یکی از اون راههایی است که مخفیانه میکشه انسان. کسی که زنا میکنه هرگز اجازه نمیده کن فرزند حاصل بشه. هر دو طرف. یک قتل نفسه. کسی که زنا میکنه خودش با دست خودش، ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، خودتون با دست خودتون به هلاکت نیندازید. کسی که زنا میکنه خودش با دست خودش رو به هلاکت میاندازه. کسی که زنا میکنه و شوهر داره، زنی یا همسر داره، مردی، این حکمش چی است؟ یا اگر جناب استاد در تعبیرای نمیفهم تعبیرم شاید درست باشه شاید اشتباه باشه، ای که عزت و کرامت و آبروی طرف را کشتن.
یکی از قتل تعبیرات دقیقاً خفی همینه، دقیقاً همین مثلا است. کشتن اون شخصیت خانواده، حرمت خانواده، چه بسا که حتی شاید جنگ‌ها گسترده‌تر اومده، شود. چه بسا که زنا سبب یک جنگ‌های خانمانسوزی شده در بین چند تا خانواده وقتی که خبر شدن. زنا کشتن شخصیت یک فرده، کشتن خود اون شخصه، کشتن اون طفلی که فردا این رو هرگز راضی نمیشن که به دنیا بیاد. این زنا سبب جنگ‌ها و خانمانسوز میشه و زنا اون عجیبه که منع از زنا چرا در کنار قتل نفس ذکر شده و چرا خیلی سخته جلوگیری از این کار هیچ وقت نمیکنن. زنا خیلی سنگینه، اما حفاظت از زنا هم خیلی عظیمه. بله. چرا که نفس طلب میکنه. زین للناس حب الشهوات من النساء. الله تعالی برای انسان زینت داده، شهوت نسبت به زنها رو، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن. و باز الله تعالی خط سرخه های تعیین کرده که انسان پا رو فراتر نگذاره. نفس تقاضا میکنه اما به خاطر دین نگه میداره و نمیره. انسانی هست دشمنی داره، بدش میاد از فلانی، اما به خاطر دین دست به خونش دراز نمیکنه. اینجاست که قوت ایمان و صلابت ایمان تبلور پیدا میکنه و تجلی پیدا میکنه. ولی اگر در غیر صورت انسان نمیتونه که مجاهد پنداشته شود، انسان پنداشته شود که خود کنترل میکنه و نفس خود کنترل میکنه، شهوت خود کنترل میکنه. دقیقاً این مسئله است که وقتی از عباد الرحمن صحبت میشه این ویژگی ها رو اینها دارن که به این درجات میرسن. حالا اگر کسی الان مثلا میفهمد کسانی که شرک بکنن، عباد الرحمن شرک نمیکنن، قتل هم نمیکنن، زنا هم نمیکنن. و من یفعل ذلک یلقى اثاما. کسی که این کارها رو بکنه مجازاتش رو خواهد دید، مجازات میشه در دنیا قبل از آخرت. چه سنگین است زنا که در دنیا معروف است، در دنیا کی چی هست، قتل هم زنا هم همش مشخص است. این در قیامت چی میشه؟ یضاعف له العذاب یوم القیامه. عذابش افزایش پیدا میکنه، هی مضاعف میشه عذابش. و یخلد فیه مهانا. و این جاودانه میمونه در دوزخ خار شده. این انسانی که شرک میکنه، انسانی که قتل نفس میکنه، انسانی که زنا میکنه. خب حالا آیا اگر انسانی مرتکب شده این کارها رو، بله، شرک کرده، قتل نفس هم کرده، زنا هم کرده، نه یک بار، بارها انسان کشته، نه یکی، 100 تا، شرک کرده، از اول زندگی تا الان که 70-80 سال سنشه، 50 سال سنشه، 40 سال سنشه، میاد در آخر عمرش توبه میکنه، خدا توبه را نصیبش میکنه. آیا این انسان میتونه جز عباد الرحمن بشه؟ یک سواله. آیا عباد الرحمن از وقتی که از مادر به دنیا اومدن عباد الرحمن بودن؟ نه خیر. آیا از اون لحظه ای که اینها به سن تکلیف رسیدن اینها همیشه همینجور انسان‌های سالمی بودن که پا رو چپ نگذاشتن، هیچ گناهی نکردن؟ نه خیر. آیا عبدالرحمن بودن، جزء عباد الرحمن بودن، یکی از شرایطش این است که حتما پرونده زندگی انسان از شرک، از قتل و از زنا که بزرگترین انواع جرم هستند نسبت به الله تعالی و نسبت به بندگان و نسبت به خود، آیا باید حتما پرونده انسان پاک بوده باشه که انسان بگه من خب امیدوار بشه به عباد الرحمن؟ آیا کسی که بنده‌ای، حتی مسلمانی، من میگم حتی مسلمانی، کافر که کافره، مسلمانی حتی این کارا رو کرده باشه، حالا کافر میگیم اعتقادی نداشته، بله، این انسان الان زنا کرده، انسان کشته، دزدی کرده، جنایت کرده، بد کرده، مال حرام خورده، هر آیا میتونه با عملی وجود که همه بد بوده انجام بده؟ فجایع دوباره باز بیاید از جمله بنده های ویژه الله تعالی، از جمله عباد الرحمن باشه؟ این یک سواله الان استاد صقر، یک سواله. شاید برای یک انسان این اتفاق افتاده و ناامیدم شده، میگه هیچ امکان نداره که من همه این جنایت ها را مرتکب شده باشم در حق الله تعالی، در حق مردم، در حق خانواده ها که عبارت از گفتیم از شرک و قتل و زنا و هزاران فجایع دیگر باشه. آیا این برای بسیاری افرادی که خدای نخواسته، یعنی کسایی که مرتکب این فجایع شدن، اصلا امیدی فکر کنم باقی نمیمونه. اما
به یقین میخوام بگم استاد سیغل، همین انسانی که همه این اقسام گناه که بدترین انواع گناه هستن رو انجام داده میتونه که از عباد الرحمن بشه. اما قبل از فقط یک شرط، این انسان هم میتونه جزء بندگان خاص الله متعال بشه. بازای هر آن که هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای. 100 بار اگر توبه شکستی بازای. دین اسلام، این درگاه الله تعالی، دین اسلام استاد سیغل از عظیمترین بشارت هایی که برای یک انسان داره در دنیا، این دین یک بشارت عظیم داره به اسم توبه. این آیاتی که الان ما پیش رو داریم، من درخواست من از عزیزانی که میبینن برنامه ما رو و یا صدای ما رو میشنون، این آیه رو حفظ کنید. این آیه رو با آب طلا، نه که با آب اشک چشمتون وقتی به خاطر ترس از الله میریزه اشکتون رو جمع کنید بنویسید. این آب چشم از طلا خیلی ارزشمندتره. آیه 70 سوره مبارکه فرقان رو هدیه کنید به خودتون، به دوستانتون، بنویسید، امروز پخشش کنید در عالم این بشارت الله تعالی. هر کسی الله تعالی میفهمد شرک کرده، آدم کشته، زنا کرده، بدترین انواع گناه، نه یک بار، بارها، اگه توبه نکنه الله متعال میفهمد در حالت عادی این انسان اگه با همین حالت از دنیا بره در دوزخ جاودانه میمونه، هیچ راه امیدی نیست. چرا؟ مخصوصا شرک هرگز نمیبخشه در قیامت الله تعالی شرک رو. ان الله لا یغفر ان یشرک به، در قیامت. اما در دنیا کسانی که در آیه 70 سوره مبارکه فرقان، الا، مگر اون کسانی که من تاب، توبه کرد، و آمن، ایمان آورد. این انسان شرک داشت، کفر داشت، بت پرست بود، با خدای خودش قهر بود، مسلمون بدی بود، مسلمون گناهکاری بود، آدم کشته بود، زنا کرده بود، بد کرده بود، خوب زندگی نکرد، توبه کرد، اومد الان تصمیم گرفت آقا من میخوام امروز در این لحظه های آسمانی میخوام پاک بشم، خسته شدم، همه چیز به گفته برخیا تجربه کردم دیگه، اما سعادت و خوشبختی هیچ وقت آروم نبودم. فکر میکردم که این لذت های زورگذر من آروم میکنه، اما نشدم. به آرامش و اطمینان دلم آروم نیست. میخوام آزاد بشم، میخوام تو قلبم یه بهشتی درست کنم، میخوام لذت ببرم، از بندگی نفسم میخوام رهایی پیدا بکنم، میخوام پاک باشم. خسته شدم وقتی که جلوی دوربین، جلوی آینه میرم، وقتی که میرم جلوی آینه خودم رو نگاه میکنم از خودم بدم میاد، وقتی قرآن رو باز میکنم نگاه میکنم خجالت میکشم از خودم. قرآن چه گفته و من چه میکنم؟ وقتی به کعبه نگاه میکنم اشکم میریزه، از خودم بدم میاد، چیکار کنم؟ الله تعالی میفرماید خودم را حتی شایسته رفتن به اونجا نمیدونم. من فکر میکنم اصلا من به درد این چیزا نمیخورم. الله متعال میفرماید هرگز، الا من تاب و آمن، توبه کن، برگرد، تصمیم بگیر همین الان که با الله تعالی آشتی کنی، رفیق بشی، دوست بشی. تاب و آمن، اگه حتی کافر هم باشه ایمان میاره، مسلمان میشه، و عمل عملا صالح، شروع میکنه عمل صالح انجام میده همون قدری که میتونه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه. در آیه 42 سوره اعراف الله تعالی میفرماید کسانی که ایمان بیارن عمل صالح انجام بدن لا نكلف نفسا الا وسعها، هر کسی به اندازه توان خودش عمل صالح انجام بده، اولئک اصحاب الجنه، اینو بهشتی ان. الا من تاب، برگردیم با 70 سوره فرقان، توبه کنن، ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدند، چی میشه؟ این بشارت رو به والله استاد سیغل اگر از من بپرسن در قرآن کدوم آیه بیشتر از آیات دیگه بشارت میده به انسانها، نمیگم آیه 53 زمر، اون آیه چیه؟ کدوم آیه است؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگوی بندگان من، ای کسانی که به خودتون ظلم کردید، اسراف کردید در گناه، یعنی از حد گذروندید، اصلا لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله تعالی غافل نشید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان شما رو میبخشه الله تعالی.
ان الله خیلی بشارت، یعنی الله تعالی بخشنده مهربان است. اون بشارت آیه 53 زمر بشارت کمی نیست، بشارت به بخشیده شدن تمام گناهان. اما اگر از من بپرسید شما که کدوم آیه بشارتش در قرآن بیشتر از 53 زمر هست، آیا از اون آیه هم بشارت بیشتری هست؟ میگم بله هست. کدام آیه؟ آیه 70 فرقان، همین آیه که الان داریم درش صحبت میکنیم. الله متعال میفرماید کسانی که گناه کردن، ظلم کردن، کفر کردن، شرک کردن، زنا کردن، تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبه کنه، ایمان بیاره، تجدید ایمان بکنه، بیاد شروع بکنه به کارهای خوب، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. به والله اگر از این بشارت در عالم جای دیگه پیدا بکنید، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله متعال میفرماید این انسان‌ها رو، انسانایی که توبه میکنن، گناه بوده، گناهکار بوده، بد بوده، با خدای خودش رابطه خوبی نداشته، گناه از زندگی خودش راضی نیست، توبه میکنه، ایمان میاره، عمل صالح انجام میده، همین الان میخواد پاک بشه. من نه تنها در آیه 53 زمر فرمود که تمام گناهانشو میبخشم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان پاک شد. خب حالا تمام گناهان پاک شد، یک کسی بیاد بگه خب من 80 ساله، 50 ساله، 60 ساله گناه میکنم، گناهانم بخشیده شد، سال دیگه باقی هست، من الان توبه کردم، خدا تمام گناهان منو بخشید، خب خیالم راحت شد، من تمام قرضهام تازه داده شد، من الان تازه شدم یک انسان فقیر بی هیچی که قرض ندارم، فقط من الان گناهان من الله تعالی بخشید، ولی من 50 سال عمرم هیچ عبادتی نکردم، 50 سال مسلمین دارن عبادت میکنن، 50 تا رمضان دارن روزه میگیرن، عبادت میکنن، قرآن میخونن، 50 تا شب قدر رو درک کردن. من با چی توشه؟ من روز قیامت همین الان شاید فردا مرگ من رسید، شاید فردا مرگ من رسید، من فردا روز قیامت چی دارم که نشون بدم؟ خدا گناهان منو بخشید، نیکی از کجا بیارم؟ برای اینها هم الله متعال در آیه 70 فرقان میفرماید که نمیگذارم از دست من ناامید بشی، بنده من نمیگذارم از پیش من اینجوری دست خالی بری، تو بیا تو هنوز منو نشناختی، تو پیش من بیا، من اسمم رحمانه، من رحمانم، من رحیمم، تو بیا فقط. فاولئک، کسانی که توبه میکنن میان، نه تنها گناهانشون بخشیده میشه، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله تعالی میفهمد من این بندگانو، این بنده گناهکاری که فکر میکرد به هیچ دردی نمیخوره، برام انقدر توبش عزیزه، سبحان الله، انقدر اینو دوست دارم، انقدر خوشحال میشم، آقا شده. من خدام، من اللهم، همه الله تعالی میفهمد من اختیار عالم به دست من گناهان اینا رو که میبخشم، این چی؟ تمام بدیهای اینها رو یبدل الله سیئاتهم حسنات، همه این بدیها رو از کفه ترازوهای بدیها برمیدارم میذارم سمت راست نیکی‌ها، تمام بدیهای اینها رو من تبدیل میکنم به نیکی. شاید اینجا جناب استاد کسی بپرسه که منافات با عدل الهی نداره، یا کسی که میگه من سالهاست مسلمان بودیم و عمل خیر کردیم و طاعت و فرمانبرداری الله را کردیم، یا کسی دیگه که سالهای سال 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کمتر بیشتر غرق در گناه بوده، اون آدم بیاد توبه کنه، مسلمان شه و عمل صالح کنه و پاداشی از او، اجری از او نسبت به مراتب بیشتر باشه. این که پاداش و اجر نزد الله تعالی از کی بیشتر است، الله تعالی بهتر میدونه، اینم فراموش نکنیم. این خب در عدالت برای مسلمان هم هست. مسلمان هم الان توبه بکنه، هر چی که گناه داشته پاک میشه، کی چی تبدیل به عبادت میشه. شاید اگر فکر بکنه که گناهان کافر از ثوابهای من بیشتر بود، نه، گناه یک گناه نوشته میشه برای انسان، اما ثواب چند تا نوشته میشه؟ مضاعف است، چند حداقلش 10 برابره، 700 برابره و بی نهایت برابره. انسان مسلمان، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، انسان مسلمان هم این برای هر انسانی است. و بعد از اون این که الله تعالی به کسی بخواد ببخشد، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، ما همین که اسم ما در لیست عباد الرحمن برای ما نوشته بشه کفایت میکنه، بس برامون. حالا این که فلانی رو خدا بیشتر داد فلان، الله تعالی این مهلت برای همه انسان هست بلا استثناء، تا هیچ بهانه‌ای برای توبه باز نمونه. به والله بعد از این استاد صیغت، بعد از این آیات، آیه 70 سوره مبارکه فرقان که الله تعالی میفرماید من تمام بدیها رو تبدیل به نیکی ها میکنم، این بشارت دوباره برای آیه 53 زمره که فرمود تمام گناهان رو میبخشم، نه تنها گناهان رو میبخشه، تمام گناهان رو تبدیل به نیکی ها میکنه. به والله بعد از این هیچ بهانه‌ای برای هیچ کسی باقی نمیمونه. به والله برای من و شما بیننده عزیز، شنونده عزیز،
هیچ بهونه‌ای باقی نمیمونه اگر امروز بعد از این بعد از شنیدن این آیات بازم توبه نکنیم، باز برنگردیم به سمت الله متعال. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. این جواب سوال شماست. از فضل الله تعالی که غفوره و رحیمه بعید نیست. آیه بعدی باز همین رو تایید میکنه. چطور میشه که انسان همه گناهانش بخشیده بشه، تبدیل به نیکی ها بشه؟ یک عمر گناه کرده. الله تعالی میفرماید در آیه بعدی به 71 و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. خب آخه این کسی که توبه کرده، عمل صالح انجام داده، این توبه‌ای کرده به سمت الله، توبه جانانه کرده. اومده پیش من، با من آشتی کرده. آقا با من آشتی کرده، من هر چی داشته بخشیدم. انسان‌هایی در دنیا هستن به والله استاسقا. انسان دستشون ناراحته، دلخور از انسان، میره پیشش معذرت خواهی میکنه. آقا من اشتباه کردم، من معذرت میخوام، غلط کردم. زده اموالش رو هم تلف کرده، زده خسارت‌های آنچنانی بهش آورده. میگه خب بخشیدمت، خلاص هر چیم قرض داشتی میبخشم، انقدرم بگیر حالا برو تجارت کن. آیا فضل و رحمت و بخشش الله تعالی از بندگانش کمتر است؟ والله اگر این گونه باشه، کلا بهاش، اگر الله تعالی از بندگانش کم باشه. هر انسانی میتونه در یک لحظه جزء عباد الرحمن بشه، به شرط اینکه بخواد، به شرط اینکه رابطه خودش رو با الله تعالی تجدید بکنه. در ادامه اگه اجازه بدید چون سریعتر ادامه بدیم که بکنم وقت ما داره تمام میشه. 6 هفته خیلی بیشتر نمونده. این انسان وقتی که توبه کرد و عمل صالح انجام داد، یبدل الله سیئاتهم حسنات، یک تعبیر دیگه هم میتونیم برداشت کنیم. الله تعالی دیگه اون زندگی بعدش رو تبدیل میکنه به زندگی قشنگ. دیگه اون گناهان انجام نمیده. توبه خالصانه، توبه مردانه، توبه که واقعا میخواد. توبه نه به خاطر اینکه بگه رمضان حالا برم توبه میکنم، بعد رمضان حالا باز گناه باز برمیگردم. نه، این توبه نیست. توبه که انسان بیاد با خدا آشتی بکنه. میخوام من با الله دیگه با چه رویی میخوام دوست بشم، با چه حیایی دوباره انسان میخوام با الله دوست بشم. این انسان دیگه چیکار میکنه؟ والذین لا یشهدون الزور. این انسانی که توبه کرده برگشته دیگه شایسته نیست که این انسان شهادت باطل بده، یه جای دروغ بگه، از دروغ حمایت کنه، چیزی که نادرسته بره شکایت، بره در اون مشارکت کنه. آقا نمیدونم عید کریسمس هست، آقا عید فلان هست، اینا همش باطله، باطل است. هر محفلی که محفل‌های باطل طاعت الله نباشه، در اونجا فجور، گناه، معصیت، این آقا رفته شرکت کرده، تبریک هم میگه، حمایت هم میکنه، این شهادت زوره، این گواهی بر باطل است، این حمایت از باطله. بله، این کار نمیکنه، از باطل حمایت نمیکنه. وجه شرعی دادن، مشروعیت بخشیدن به باطل، هرگز در جایی که باطل هست مشارکت نمیکنه. لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. یک کار بیهوده میاد پیش میاد در زندگی، به هر حال دور بر یک کار بیهوده‌ای، حرف بیهوده‌ای، عمل بیهوده‌ای میبینه، محفل لهو و لعب میبینه، با کرامت، بزرگواری گذر میکنه، وای نمیسته اونجا، مشارکت نمیکنه، شأن خودش رو پایین نمیاره. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، کسانی که وقتی آیه قرآن براشون خونده میشه، لم یخروا علیها صما و عمیانا، همینجوری کور و کر نمیافتن رو آیه. یکی از صفات مؤمنین کمین عباد الرحمن هستن، وقاف باشن. اینها چیان؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. در آیه 2 سوره مائده انفال میفرماید متعال وقتی قرآن خونده میشه، انسان مؤمن عباد الرحمن قرآن میخونن متاثر میشن. صفاتشون، یکی از صفاتشون اینه که متاثرن از قرآن. والذین یقولون ربنا، اینا دعا میکنن، هب لنا، الان تنها فکر خودشون هم نیستن، به فکر دوربریام هستن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، برای ما از همسرامون و از نسل ما خنکای چشم قرار بده. کسانی رو قرار بده که برای ما مایه خنکای چشم ما باشن، افتخار ما باشن. و جعلنا للمتقین اماما، اینها همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. اینا دعا که میکنن نمیگن خدای ما رو متقی بکن فقط، خدایا ما نمیخوایم متقی باشیم، ما میخوایم امام متقین هم باشیم. یعنی ما به جایی برسون که بقیه ما اقتدا کنن. امکان داره ما اگه امکان نداشت الله تعالی نمیخواست از ما که بعضیش طلب بکنیم. امکان نداره که الله تعالی از ما چیزی رو بخواد که فراتر از نفس ما باشه. لا نکلف نفسا الا وسعها. وقتی که میفهمد و جعلنا للمتقین اماما، از من بخواید که شما رو برای متقین امام قرار بدم، فراموش نکنیم که انسان تا وقتی خودش متقی نباشه چطور میتونه امام متقین بشه؟ تا وقتی خود انسان پیرو امامان متقین نباشه چطور میتونه که باز امام متقین بشه؟ این هم مهمه. ما تا خودمون
تا خودمون پیرو تا نباشی راهرو کی توانی شد رهبر. ما وقتی که خودمون مسیر متقین رو نیم، تا متقی نباشیم ما متقین هرگز نمیشیم. یک چیز دیگه هم دقت بکنیم که در این آیه الله متعال وقتی که میفهمد از فرزندان ما برای ما متقین قرار بده، فرزند نعمته، اما الله تعالی میفهمد همین فرزند رو هم اینها چیکار میکنن؟ میگن که یک فرزندی ما بده که خنکای چشم ما باشه، فرزند صالح طلب میکنن. اینها برای نسل خودشون برنامه‌ریزی میکنن که بعد از اینها این مسیر ادامه پیدا بکنه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. اینها جزا داده میشن. نتیجه چیه؟ ثمره اینا کجا میرن؟ یجزون الغرفة. خدا الله تعالی میفهمه در بهشت مکانهایی هست به اسم غرفه، بهش میگن غرفه. بله. این غرفه ها کجاست؟ بالاترین درجات کاخ ها و باغ‌های بهشتی است. تو تعبیر امروزی بهش میگیم پنت هاوس. این بالای برج ها، طبقات بالای برج ها آخر قیمتاش چندین برابره، چون آخرین طبقه است، مشرف به کل منطقه و یک استخر اونجا میزنن، تو همون طرف گلبنی هم میزنن، اینجا قیمتاش چندین برابر بقیه طبقات. این غرفه همون پنت هاوسه به اصطلاح، همون بالاترین درجات. الله تعالی میفهمه ما اینها رو به خاطر چی بهش میگیم؟ به ما صبروا. چرا نفهمید به ما عملوا؟ به خاطر کارهایی که کردن. چون همه این کارها صبر میخواد. چون انسان تا صبر نکنه بر این مشکلات و سختی های دنیا، بر تحمل، صبر بر انجام عبادت ها و صبر بر نگه داشتن نفس از مرتکب شدن به محارم و گناهان، صبر در برابر گناهان، صبر بر انجام عبادت، صبر در مقابل مصیبت ها، اینها تا نباشه انسان به درجات نمیرسه. صبر میخواد. انسان هایی که عباد الرحمن صابرن، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلام. اینها به اونها تحیت و سلام داده میشه. از کی؟ وقتی که اینها وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، گروه وقتی که وارد بهشت میشن، فرشتگان میان چی میگن بهشون؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی. در سوره رعد الله متعال فرمود اینها را فرشتگان به اونها میگن درود بر شما به خاطر صبری که کردید بیاد. و در آخر یک صفت دیگه هم الله متعال میفهمد که اینها در اونجا جاودانه میمونن. چه جای خوبی است، چه مقام خوبی است. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. الله تعالی با شما چیکار داره اگر دعای شما نباشه، اگر طلب شما نباشه، اگر شما خود رو محتاج به الله تعالی ندونید، الله تعالی شما نیازی به شما نداره. و اگر این رو تکذیب بکنید، اون موقع لزومش اینه که شما مجازات خواهید شد. انسان عباد الرحمن از صفاتشون اینه که خود رو محتاج الله تعالی میدونن و همیشه دعا میکنن و دست دراز میکنن برای الله متعال. جناب استاد گرامی خیلی دوست داشتیم و من مطمئن هستم که بیننده های عزیز و شنونده های عزیز ما هم همه لحظه میخوان که صحبت ادامه پیدا بکنه در رابطه با ذکر صفات عباد الرحمن، اما وقتی ما به پایان رسیده از الله جل جلاله مسئلت داریم که ما را از جمله بنده های ویژه از جمله عباد الرحمن قرار بده و در پایان باز هم همه دعای عباد الرحمن تکرار میکنیم و به زبان میاریم ربنا هب لنا من ازواجنا و من ذریاتنا قرة اعین لنا وجعلنا للمتقین اماما. آمین. بیننده های عزیز و گرامی، وقت دیگر باقی نمانده تا دیدار دیگر همه شما را به پناه الله متعال می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.